واژه ارگانیک هنوز به گوشمون نخورده بود. 4 سال شاگرد کلاس طرح مزرعه در مدرسه روستای کلمدان مازندران بود. هر چه در کلاس درس آموخته بود را به شالیزارش آورد. قبلا کود میپاشیدیم و سم نمیپاشیدیم. تو این کلاس ها متوجه شدیم میتونیم کار کنیم که به اصطلاح کودم نباشید. شکرالله پور که در سالهای 1385 و 1395 کشاورز نمونه کشوری شده بود، ابتدا کش را در یک شالیزار 3000 متری آغاز کرد و در این سالها توانسته با افزایش سطح زیر کش میزان تولیدش را به بیش از 14 تن محصول ارگانیک برساند. گواهی ارگانیک ایران و اروپا رو برای مزرعه‌مون گرفتیم. تقریباً 10 سال طول کشید تا به مرحله ارگانیک برسیم. اواخر دهه 70 بود که کشت محصولات ارگانیک در مزارع تحقیقاتی آغاز شد و در حال حاضر 90,000 هکتار از مزارع تحت پوشش محصول ارگانیک قرار گرفته. مهمترین مزیتش افزایش تنوع زیستی تو اکوسیستم‌های زراعی و تولید ما هست. خیلی از موجودات، میکروارگانیسم‌ها و عناصر کمکی که وجود دارن توی سیستم قراره به شما کمک کنن رو حفظ می‌کنید. بنابراین شما روز به روز تولیدتون پایدارتر میشه و نیازتون به ترکیبات شیمیایی، نیازتون به نهادهای شیمیایی روز به روز کمتر میشه. میزان تولید محصولات ارگانیک تنها 0.5% از سطح تولید را در بر میگیرد. در حال حاضر تو جدول بین‌المللی ما رتبه 79م و بین 260 کشور داریم. با این حال محصول ایرانی بازار خودش را دارد و توانسته به بازارهای جهانی راه پیدا کند. محصولات ارگانیک خرما، انجیر، پسته و محصولات گیاهان دارویی در طیف وسیع داره صادر میشه. مقصد کشورهای اروپا هست و در کشور مثل امارات که از اونجا ری اکسپورت میشه برای امریکا و کانادا. بر اساس برنامه هفتم تا پایان سال 1407 باید حداقل 2% از سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به تولید محصولات ارگانیک اختصاص یابد. کارشناسان ما بخش‌های تخصصی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور، با در نظر گرفتن بسترهایی که در کشور وجود داره، این کار رو برای تحقق برنامه هفتم دارن بحث‌های کارشناسی میکنن، کار رو آغاز کردن. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.